به نام خدا. روش های کمی، فصل پنجم، سامپلینگ اند استیمیشن، در واقع نمونه گیری و برآورد. نمونه گیری که در واقع یکی از مفهوم های اصلی توی جامعه و بررسی پارامترهای آماری در جامعه هست، به این صورت هستش که دو تا مفهوم مطرح هست. یه مفهوم پارامتر، یه مفهوم استاتیستیک. پارامتر ویژگی مربوط به جامعه رو مشخص میکنه و استاتیستیک ویژگی های مربوط به نمونه رو. حالا اینکه ما این نمونه گیری رو به چه سبک و سیاقی ما در واقع مشخص بکنیم و چگونه ما نمونه گیری انجام بدیم، بر اساس اینکه ما بیایم این نمونه گیری رو از جامعه انجام بدیم یا از نمونه، روش هایی داره. روش های نمونه گیری در جامعه 4 تا هست و روش های نمونه گیری در نمونه 2 مورد هست. از معروف های روش های نمونه گیری در جامعه مثل سیمپل رندوم سامپلینگ یا انتخاب رندوم اعداد که حالا به وسیله کامپیوتر معمولا انجام میشه، یا حدسی سیستماتیک سامپلینگ، یعنی اونم به صورت رندومه ولی سیستماتیکه، مثلا میگه مضربای 2 یا مضربای 4. استراتیفاید رندوم سامپلینگ یا انتخاب رندوم اعداد از چند طبقه خاص. و کلاستر سامپلینگ مثل هم حالت قبلی انتخاب رندوم اعداد از چند طبقه خاص. حالا اون مورد قبلی داده های طبقه بندی بود، این از طبقه های خاص انتخاب میشه. برای نمونه هم ما سامپلینگ رو چجوری انتخاب میکنیم؟ 2 تا روش مرسوم وجود داره، یکی کانوینس سامپلینگ، یکی هم جاجمنت سامپلینگ، یعنی بر اساس رندوم نمونه ها، انتخاب رندوم نمونه ها بر اساس قضاوت یا بر اساس در واقع آسونی کار، راحتی کار. که مفهوم سامپلینگ ارور در واقع یا خطای نمونه گیری تفاوت بین نمونه مشاهده شده و نمونه واقعی هست و تعریفش. و یه مفهومی که توی این فصل بررسی شده CLT هست یا Central Limit Theorem، یا در واقع همون قضیه حد مرکزی که توی آمار و احتمال قبلا ما دوستانی که رشته مهندسی داشتن یا رشته ریاضی فیزیک بودن پاس کردن. در واقع قضیه حد مرکزی میگه که هر چقدر توزیع داده ها بزرگ باشه کوچیک باشه، آخرش به میل پیدا میکنه به اون مرکز، یعنی میانه و میانگینش در واقع رو هم میفته و برابر میشه. که حالتهای مختلفش رو توی این فصل بررسی کرده با نموداراش. و اگر واریانس جامعه مشخص باشه از این فرمول استفاده میشه و اگر واریانس نامشخص باشه از این فرمول که در واقع هم فرمول های قبلی هست استفاده میشه. حالا بعد از اون بحث در واقع سامپلینگ، ما استیمیشن یا نمونه یا تخمین رو ما میخوایم بررسی بکنیم که تخمین به چه سبک محاسبه میشه. اصلا کلا تخمین رو ما بخوایم مشخص بکنیم باید قبلش بدونیم که نمونه باید چه ویژگی داشته باشه تا برای تخمین معتبر باشه. 3 تا ویژگی باید داشته باشه: کانسیستنت باشه یعنی سازگار باشه، آن بایاس باشه یعنی بی‌طرف باشه، و افیشنت باشه یعنی کارآمد باشه. که خب نمودارهای مرتبط با هر کدوم هم اینجا براتون آوردیم و این نمودار اصلی فصل قبلی بود که در واقع نمودار نرمال، توزیع نرمال بود که گفتیم که این اعدادش خیلی مهمه، درصداش و دامنه انتخاب نمونه ها به چه سبکی باید باشه که اینجا هم دوباره براتون آورده مطرح کرده. و اگر در واقع جامعه نرمال باشه و سیگما یعنی واریانس مشخص باشه از این فرمول ما استفاده میکنیم. اگر سیگما یا واریانس نامشخص باشه و نمونه هامون بزرگ باشه از این فرمول استفاده میکنیم، و اگر نمونه ها کوچیک باشه و سیگما یا واریانس هم نامشخص باشه از این فرمول. در واقع
فرمولاش همه توی یه قالبه، فقط تی و زد عوض میشه که تی و زد چی هن؟ همون جدول هایی هستن که آخر هر کتابی اینا رو به ما میدادن و خود سوال اینا رو به ما میده، در واقع تی و زدو. و فرق تی و زد اینه که تی خب پهن‌تر نمودارش، نمودار زد یا همون نمودار نرمال زنگوله‌ایه و جمع‌تر هستش و یه مفهوم درجه آزادی هست که همیشه n منهای یک تعریف میشه. خب این جدول هم در واقع معیار این که کی از تی استفاده بکنیم و کی از زد مطرح کرده. و قسمت پایانی هم ریسمپلینگ یا نمونه‌گیری مجدد که وقتایی که اون تخمین ما باعث مشاهدات اون باعث یه اروری میشه، ما باید یه ریسمپلینگ انجام بدیم که با این فرمول ریسمپلینگ رو میتونیم انجام بدیم. این مفاهیم کلی بود که توی این بخش مشخص کرده فصل و ما برای شما به صورت خیلی تیتروار و کلی صرفا برای اینکه یه مروری داشته باشیم اینا رو براتون در واقع مطرح کردیم.